با سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی. بنده کیوانی هستم، مدرس رشته گوهرشناسی. امروز میخوام راجع به اثرانگشت‌های گوهرها یا همون فاکتورهایی که باهاشون گوهرها رو شناسایی میکنیم بهتون یه توضیح مختصر بدم. گوهرها بر اساس ساختار فیزیکی و شیمیایی که دارن دارای یک سری اطلاعات منحصر به خودشون هستن که ما به اونها اثرانگشت میگیم. این اثرانگشت‌ها شامل ضریب شکست، وزن مخصوص، مشخصات اپتیکی، مطالعات اسپکتروسکوپی و موارد دیگه هستند که ما از طریق ابزارات گوهرشناسی به اونها دسترسی پیدا می‌کنیم و از این طریق گوهرها رو شناسایی می‌کنیم. ما در کلاس‌های آموزشی خودمون با آموزش جدیدترین روش‌های روز دنیا در رابطه با شناسایی گوهرها و استفاده از ابزارات گوهرشناسی تمامی مسائل مربوط به شناسایی گوهرها رو آموزش میدیم. با تشکر از همراهیشون.